بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی از این کتاب مبارک آداب طالب علم که تعلیف شیخ عبدالمحسن ابن محمد القاسم امام خطیب مسجد مدینه منوره می باشند. اما نقطه سوم در این فصل دوم از آداب طالب علم اتباع النبی، پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم. این نقطه خیلی مهم است، پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم. می‌فرماید که شیخ حفظه الله تعالی فی اتباع النبی صلی الله علیه و سلم سعادت الدنیا والآخره، با درستی که در اتباع و پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم سعادت دنیا و آخرت است. قال سبحانه، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید. پس نقطه سوم ما گفتیم که پیروی از نبی، از رسول صلی الله علیه و سلم، که پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم این سعادت دنیا و آخرت است. قال سبحانه، یک دلیل بر این که پیروی از رسول الله این سعادت دنیا و آخرت است قول الله سبحانه و تعالی است. و این تطیعوه تهتدوا. این آیت خیلی آیتی زیبا است. اگر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی کنید تهتدوا، هدایت می‌یابید. برای شخص عاقل و دانشمند انا همین حدیث، انا همین قول الله سبحانه و تعالی اگر بر این بیاندیشد سبب سعادتمندی دنیا و آخرتش میگردد. اگر شما از رسول الله پیروی کنید هدایت می‌یابید. هدایت حاصل شده است در رسول الله صلی الله علیه و سلم، در اتباع و پیروی از او. قال شیخ الاسلام می‌فرماید که السعادة العباد في معاشهم و معادیهم اتباع الرساله. سعادت بندگان در زندگی این دنیا و عاقبت حیاتشان در پیروی از این رسالت است، از رسالت رسول صلی الله علیه و سلم در مجموعه فتاوا. و می‌فرماید که اکمل الناس توحیدا، کامل ترین مردم در توحید با اندازه پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم است. اکملهم اتباع نبی، کسی که کاملیت دارد در اتباع پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، در تمام رفتار و گفتار و کردار پیامبر تسلیم است و به آن عمل می‌نماید، این کامل ترین توحید را در خود دارد. و می‌فرماید که و من فاته جزء من اتباعی، اگر کسی جزء یا قسمتی اندک از اتباع پیامبر اگر ترک نمود، فاته جزء من توحید، یک جزء از توحید از بین برده می شود. نقطه مهم است. پس کمال مردم، کاملی مردم در توحید با اندازه پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. پس پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم این جزء از توحید است. چون با توحید بودن بنده و پیروی نکردن از رسول الله، انسان این توحید رو از دست می‌دهد. برای همین شیخ الاسلام گفته که هر قدر که انسان از محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر پیروی نماید، همان قدر توحید و اخلاصش در دین بزرگتر می‌شود. و هر قدری که بنده از اتباع و پیروی از رسول الله دور شدن گیرد، دینش در معرض خطر و از توحید دور شدن می‌گیرد و کم می‌شود. و شیخ می‌فرماید که کان الصحابه رضی الله عنهم یتبعون الهدی النبی صلی الله علیه و سلم فی الایمان والیقین والراسخ. این که صحابگان کرام رضی الله عنهم با ایمان و یقین استوار به هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی می‌کردند. رافع می‌فرماید که نهانا رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله ما را من کرد. رسول الله ما را من کرد از چی؟ ان امر کان لنا نافعا. گوش بدهید، رسول الله نهانا من کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از امری که کان لنا نافعا، برای ما منفعت می آورد، خوب بود برای ما یعنی. و فرمود که اطاعت الله و رسولش نافع‌تر است برای ما، یعنی که از یک امری که خوب است ما را رسول الله من نمود، در برابر این اطاعت و فرمانبرداری الله و رسولش رو برای ما منفعت بخش تر قرار داد. روایت مسلم. کان الصحابه رضی الله عنه یقتدون بافعال نبی صلی الله علیه و آله، اینکه صحابگان کرام با فعل و رفتار و کردار رسول الله اقتدا میکردن، پیروی میکردن و رسول الله را در زندگانی خود یک الگو و اسوه حسنه قرار میدادند. قال ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که اصطنع النبی خاتم من الذهب، پیامبر الله یک خاتم، یک چله از ذهب را گرفتند، بر خود قرار دادند، انگشتر از طلا ساختند. و کان یلبسه، و آن را می پوشیدند. و جعله فصه فی باطن کفه، و این انگشتر را همون فص، همون سنگ همون انگشتر، همین سنگ انگشتر را
در درون قرار میدادن، اصلا پایین موندن صلی الله علیه وسلم. و فصنع الناس خواتیمه، و دیدن که رسول الله این گونه خاتم رو در دستش گرفتن، مردم به خاطر اقتدا و پیروی از رسول الله خاتم ساختن، چلا ساختن برای خودشون. یعنی اینجا نقطه بیان اتباع رسول صلی الله علیه و رفته ایستاده است و پیروی از او صلی الله علیه و سلم. مردم هم انگشترین ساختن. ثم انه جلس علی منبرین، سپس رسول الله در بالای منبر نشستن. فنزعوا، اون چلاشو گرفتن، پرتافتن، دور کردن از خودشون. وقتی دیدن که مردم این کارو کرده ایستادن، این رو گرفتن، دور کردن از خودشون. و فقال انی کنت البس هذا خاتم، من این چلا رو میپوشیدم. فاجعل فصه من داخل، و این انگشتر رو، این سنگش رو از داخل میگذاشتن. فرما به، پس این رو پرتافتن. ابن عمر میگوید این چلا رو دور کردن از خودشون. ثم قال، سپس گفت والله لا البسه ابدا، قسم به الله من این رو هرگز و هرگز نمیپوشم. نقطه مهم در اینجا، فنبذ الناس خواتیمهم، مردم از رفتار پیامبر نگاه گوش بدهید، خاتم های خودشون همه کشیدن و آنها را هم چه کردن؟ از خودشون دور کردن. متفق علیه، روایت بخاری و مسلم همچنین حدیث. پس مردم هم انگشترین های خود را گرفتن، پرتافتن، دور کردن از خودشون. و سپس نقطه دیگری که مؤلف رحمت الله علیه ذکر می‌نماید، التردد فی اتباع، سستی و تنبلی که دودیلگی در پیروی یا تنبلی در آن. می‌فرماید که ینافی کمال امتثال، کمال پیروی تو رو از رسول الله صلی الله دور میکند، کمال اطاعت پیروی تو رو از رسول صلی الله دور میکند. خوب گوش دید برادر و خواهران گرامی، هر کسی که از گفتار رسول الله روی گرداند از اطاعت کنندگان است. هر کسی از رفتار و گفتار و کردار پیامبر روی گرداند از اطاعت کنندگان است. برای همین در اینجا شیخ دلیل این قول رو حدیث رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که کل امت محمد صلی الله علیه و آله یدخلون الجنه، تمام امت محمد داخل بهشت میشوند، الا من ابا، مگر آن کسی که داخل شدن بهشت رو نخواهد. قالوا یا رسول الله، گفتن ای رسول الله، صحابگان در تعجب افتادند، اون کی است که داخل شدن بهشت رو نمیخواهد؟ من یعبا، گفتن ای رسول الله کی است که باید داخل شدن بهشت رو نمیخواهد؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی دخل فقط ابا، هر کسی که من رو اطاعت و فرمان برداری کرد باید داخل بهشت میشد و من عصانی، و هر کسی من رو نافرمانی کرد فقط ابا، بدرستی که نافرمانی کرده است، داخل شدن بهشت رو نخواسته است. روایت بخاری است. بارک الله فیکم. این نقطه ها رو مد نظر بگیرید. اگر انسان با اینا اهمیت بدهد، تواضع انسان بیشتر میگردد. مردم ظاهر ما و شما رو میبینن، با ظاهر ما و شما حکم میکنن و بها میدهن، اما توی بنده خودت ظاهر باطنت رو در نزد الله، در نزد خودت بیشتر میدونی و الله از ظاهر باطن ما بیشتر خبردار است، از باطن ما با خبر است. پس بگذار باطن هر چی بگوید، بگذار ظاهر هر چی بگوید، پس باطن رو، سلامتی باطن رو نگاه بدار و این رابطه رو با الله سبحانه و تعالی خوب پیوست کن. محبت و احترام مردم بر تو خوب است و جایگاه هم چیزی خوب است، شنیدن تعریف هم از مردم اینم خوب است، ولی که نگذار که این چیز چنان خطری در حیات تو بیاره که اعمال تو رو حبطه بکند، نیت تو رو نابود بسازد. چون یک اندک کار میتواند تمام اعمال تو رو حبطه بسازد. برای همین مراقب اعمال خود باشیم. بارک الله فیکم. این است که این نقطه هایی که در اینجا مؤلف در بیان اتباع رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما مثال آوردند و توضیح دادند تا اینکه ما مراقب اعمال خود باشیم. و این سه مسئله مهمه که در اینجا بیان کرد، این سه مسئله رو، یکم اخلاص، دوم ترس از ریا و سوم اتباع پیامبر صلی الله علیه و آله، اینها رو در اعمال خود، در تمام اعمال خود نگاه بداریم. هر کی باشی، نوبسته از منصب، جا، مقام، هر کی باشی، همین سه چیز رو در حیات زندگی فراموش نکن. یکم اخلاص، دوم خوف از ریا و سوم اتباع پیامبر صلی الله علیه و آله. چون در این سعادتمندی و خوشحالی و خوشبختی ما و شما نهفته است. قبول این عمل، دوری از ریا و اتباع و پیروی از رسول صلی الله علیه و آله. چون هیچ عمل ما تو قبول نگه مگر با اتباع از پیامبر صلی الله علیه و آله. هیچ عمل قدر ندارد. اگر مثل کوه هم اگر عمل داشته باشی و لیکن اتباع رسول نباشه در آن، این عمل در روز قیامت هباء منثورا میگردد. هباء منثورا، الله در کلام میفرماید که یک گرد و چنگ، گرد و باد که است در روز شمالی آن را در آسمان پرتو، در یک لحظه نابود میشود در پیش چشمت. اعمال انسان هم خیلی میگردد. بارک الله فیکم. در اینجا این درس مبارک رو از این کتاب آداب طالب علم به اتمام رسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. درس دیگر اگر که الله سبحانه و تعالی برای ما فرصت بدهد، وقت بدهد، در مبحث دوم در میان دعا و نافله های از عبادت، قیام شب، ذکر الله و توبه و استغفار صحبت خواهیم کرد باذن الله تعالی.